این بار کردی آرکمون اینجا سرم خواستم دارم آریان دو ماشین استارت بزن شیشه هوا بره پایین. من از کلاس اول اسکی میکنم، خیلی وقت اسکی میکنم، فقط پارسال زمستون فقط اسکی نکردم. من از قدیمی اسکی میکنم. تنها تجربه‌ام با اسنوبورد و این کلا اینا اسکیت بورده. چی بگم که اوجی باشه؟ میرفتم دیزین، هیچ اوجی هم نداره آخه، همون جوری بود که الان هم هست. ولی آره من اولین بارمه میخوام برم، یعنی هیچ تجربه‌ای نسبت به اسنوبورد ندارم. مهم نیست، میریم توچال. رسیدیم توچال، الان دارم پیاده میرم کوهنورد. هوا سرد رو من دارم سرد. تا بریم ما داریم چند تا بریم که آقا هیچ حالا یه آدم اینجا باشه گوزپر میشه، میره تو در رو پر میریزی میگوچه صف دلا دارم میپوشم وایسا. خب به نظر بچه ها کی میان؟ طول میکشه چقدر؟ خیلی. با این وضعیت مادر با این وضعیت تنظیم اومدن و قرار گذاشتنشون یه ساعت طول میکشه. سلام. سلام، کجایی؟ پایین بلنجک. من بالا هم دیگه منتظرم. اوکی باش، سلام. من 206 آبی هم اوکی. با مامانت اومدی؟ نه. باش. خداحافظ. میگفتی ماشین خودم روندم اومدم. اوهی هم مگه؟ خیلی بچه ها کلاسیه بودو بری، خیلی پشیمونم. ولی بعد منم میبردی تو. میخوایم ترانزیشن کنیم تا بچه ها بیان دیگه. لعنت بهش. اومدیم مطمئنم برف نیست اون بالا. یعنی برف بودن که برف سفید باشه، برف هست. برف یخ زده به درد نخور یعنی برف نیست. من مطمئنم. اینو میکشم. این به من گفتش که برف خوب است حالا. میکشم. فن جدی سرتو میبرم. تولد مبارک. وایسا. نه وایسا چیزی واسه شستن نیست. نکن. ای بابا. سم کن. مزه. تمام داشتی واقعا موست کنم. مزه ان میده کیکت. خب من اینو گرفتم. کدومو من گرفتم؟ اینو گرفتم. آره طرف گفت خط نیفته. وای دارم آتیش میده. خب آقا قرار شد باید بریم دنبال بنداد و رادینمون. من واقعا با این دیتا احساس راحتی ندارم. احساس میکنم پام قراره از چیز بشکنه، اونجایی که اینا پا برهنه دارم. تو خیلی میشه پا برهنه رانندگی هم بکنی؟ یو گربه آریان جون عزیزت رو صدام یه دلفینی، یه خری، یه گاوی تو رو خانواده ما ایران نگاه میکنه. یه بچه من بیادبه یا هست دیگه. کی گفته بیادبه؟ من چرا چرا میگی؟ پس چرا ندیدی نخوده به سر شجاع 5 صبح کلیپ نبود نشون دادم پورناتو. من میام به ماساژور در بیار کلتاتو. سقف خونه هاتونو میکنم با حرفام. گاد پوری نگو بگو تورناتو. شیشه پایینو کشیدم عقب. بذارم تو شیشه برده تو بذار. نوبتی همتونو میکنم به ماله. خدا رفاقیه فقط بعد مهم. سلام. سلام چطوری مرد؟ سلام آقا الله. چه احساسی داری؟ چرا؟ آقا چیز آوردی؟ کارت شناسنامه شو. نه. باید می آورد. نه تو آوردی؟ اجاره نمیخواد کنه. خب سایتش زده بود. پلن چی هست؟ گوشی تو باید بذاری تو.
گم بخورن خیلی دارم میرم بالا بعد از ایستگاه 2 بعد دوباره میرم بالاتر. نه چرا؟ آره یه سری این کارو میکنن. خاک بر سرت. الان برای من چیه این؟ استورد بعد دو تا پا رو بری. نه بعد با دو تاشو اوکی باشی. خب اصلش کدومه؟ جلوش کدومه؟ اصل نداره. خب الان جلو من بخوام برم کدوم پام باید باشه؟ به پیکسات هم هر کدوم که زاویه‌شو اونجوری میبندن ولی خب بیا الان کدوم بر سرشه؟ ببین این سرشه. این راستت میره. بابا انقدر راستم الان با راستم باید برم جلو یا با الان چپم؟ با هر کدوم که راحتی. من رگولارم. سپر. بله بابا باز کن. بابا گذاشتی باز کن. خب چیه؟ وندات میگه چیکار میخواد کنه؟ کیک فیلیپ میخواد بزنه. نداره خب اونو نمیدونم با برد اجاره دی کس خودیه. آها برد بخر و میتونم. آقا گپ میخواستم بزنم. آها نداره اصلا چیزی. میشه 100%. آقا من بزنم شما بدی من میزنم. هر کی اسکیت بوردی بوده برشید بوردی اسکی دیگه. سلام پارسا جان. علیک جدی بریم تلگرام. پارسا جان نگاه کن. چه خبر؟ یه مش رنت گرفتیم انداختیم اینجا یه مش بچه گدا. آره. وای فاک. ایسا چندی؟ ایسکا 5 داریم میریم به 7. من برفی نمیبینم آجی. برف ببین امروز اونقدر برف نیومد جدی. خب من ناراحتم 700 تومن خرج کردم بعد برف 100 تومن خرج کردی؟ آره دیگه. کلا هم خرج کردی. نه برای اینو چند کشید اینو؟ 150 این بلیت چیزی که 100 خورده ای کشید. این هم دوباره بعد 100 خورده ای بکشی میشه 390. چرا دوباره 100 خورده ای بکشم؟ چرا باید 100 خورده ای بکشه؟ مگه چند گرفتین شما تلکابینو؟ 100 خورده ای 100 خورده ای 390. من 100 خورده ای گرفتم. آنلاین بگیر همین بود. خب یه طرفه است یا دو طرفه؟ برای من دو طرفه. آنلاین بگیر همین بود. طرف پات نخورده داداش من میتونم یه الان اینجا مربیشم. آنگات که از همشون منو بخور. اینا همشون بچه نیان همشون اوب دارن اینا میکنمشون بابا اسکی برای آدمی که پول داره آدمی که پول داره هم اوب بندات این با اسکیت فرق داره. حالا میریم اسنوبورد کنیم دیگه دهنتو باز کن میریم اسنوبورد. ببین پیس برف نیومده این منطقهش باید با دوباره تلسیج بریم پایین تر اسکی کنیم. خیلی با گوپرو سخت دستکش گرفتم با گوپرو. گوپرو رو با دستکش گرفتم. اصلا وضعیت جالبی نداریم. ببین مشکل داریم. اولین مشکل اینه که برف اونقدر نیومده که از اینجا بریم اسکی کنیم پایین. بعد تلسیج سوار شه. هوا طوفانیه به نسبتاً و قراره بشین چند تا آهنی که یخ زدن از قبل و یخ بزنیم. حرف بزن. سلام. فاک نه. من نمیتونم من دارم بیز میکنم. بای من نمیتونم برم. من دارم نمیتونم ویدیو بگیرم. خب چه احساسی داری بندات چه؟ دست خواست سرده. ناراحتم چون که پیست هیچ برفی نیست. بالا رو بگیریم. سخت‌تره ببین برای من دستام داره پوست میده. خب آقا بندات ها نظر اولیت چیه؟ برو پارسا برو کنار میخوام علی بزنم. آسونه. خب کسکش چجوری پا میشه؟ برگرد به قلط بزن برو به پشتت. آها اسکو همینو یه قلط بزن به اون بر اسکیت بیفته جلو. آها خب میگم اسکیت. آها آفرین. خب آفرین. اینو تو یوتیوب دیده بودم. آره نمیشه راجع بده. آسونه باز نشده بود. چرا این کارو کردی؟ برف نیست. ناراحت. بندادو یکی بیار. آه احمق ایرادی. آقا برای بچه‌ها تو خونه میخوام آموزش بک‌فانتی این به طرز اسکیتیشه ما رو اسنوبورد پیادهش می‌کنیم ولی باشه بزن همزمان کمرت به این پات من اینا رو نمیذارم بزن اینجوری یکی دیگه این فرانت ساید میشه
که برعکس همیشه گفتم. بچه‌ها بریم اون بالا ببینیم ریدن برامون یا نه. و آره دارم میمیرم از سرما. آقا من آدم خیلی ناراحتی ام الان. همه بچه‌ها راحت میرن میان، من اینا رو هم نمیتونم بگیرم برم بالا. تنها افتادم اینجا، اینو بغل کردم تا اون بالا باید برم پیاده تا اینجاشم اومدم و نمیدونم واقعا چونم داره پاره میشه، خیلی سخته. اصلا پاهام درد گرفته با اینکه تا حالا یه بارم نرفتم. نمیدونم چه غلطی باید کنم. فقط نشستم دارم اینا رو نگاه میکنم که میرم پایین حسرت میکنم. کیری هم خودش میره، من نمیتونم برم. چهرم گویای همه چی هست واقعا. یه لقمه بهم بده، همونی که دست داره بده من بخورم. تو رو خدا همونو بده من بخورم، همونی که دست داره بده. سلطان برس خودت خونی نه؟ آریان گیر کرده بود تو برفای نهر. کلا که برف خیلی وضعیتش بده، ولی یه ذره گیر کرد، یه ذره جا نرم بود. آریان اونجا گیر کرده بود. بنیان زنگ زده بود بهش تئوری توضیح میداد. نشسته بودم تنها داشتم اینجوری گفتم چه دوستایی توضیح میدم. این اومد اینم گفت رو پاشنه بیا، همینجا پاور اسکیت. انقدر این بدبخت اومده ولی وندات خدا وکیلی نس این عروس مردگان قیافش هم اونجوریه زشت. ببخش آقا وندا با اینکه خیلی همیشه کیرگوزی میکنه کیر میشه، این دفعه کیر نشد. واقعا این دفعه خوب رفت الله وکیلی. خب آقا یه سری مشکل داریم. آریان و پرنیانن. آریان همونجوری که میبینید بلوه، جلوم رادینه. خب خدا رو شکر واقعا داره برف میاد، برف داره تازه خوب میشه از حالت یخ زده و سنگی و اینا داره در میاد. خیلی هوا سرد شده بخاطر برف که داره میاد. زده بود احتمال ریزش برف سنگین و بهمن و اینا تو سایت، ولی خب اومدیم دیگه با بشقابی اومدیم بالا. اینجاست بعد اینا رو بنزیم لای پات، بعد بشقابا رو بنزیم لای پات بیای بالا. سنگلا خوب نیست ولی خب بلند شو داریم داره دستم یخ میزنه. چی؟ دستام داره یخ میزنه. بلند شو بپوش. انقدر یه دفعه سرد شد دستام داره یخ میزنه، گزگز افتاده، حسش نمیکنم. ببند سری. خیلی سرده، بعد بالاترم مه شده الان، نمیدونم چیز بتونی گل میزنم ولی خوبه. برف داره میباره، حداقل از یخ در اومده. بودو بریم. من برم عینکم بخار کرده. من برم بنده آقا. آی ببخش داشتم عینکم درست میکردم. رادینو میبینیم که افتاده. رادین تو نیستی؟ نه داداش. ای وای ببخشید. رادین کو؟ آقا رادینو گم کردم، رفتم یکی دیگر رو برمی کردم. خیلی سرده میدم داخل. چطوره؟ عالی؟ ببین واقعا نکن دیگه. نکن دیگه، به عشق زندگی دست نده. به نظر باید بخریم یا باید اجاره کنیم؟ اجاره یا بچه من 150 نه بچه من 150 تومان گرفتم. بخاطر چی؟ آره یه پلاستیک آقا فندک میگرفتی میچسبوندی 150 میگیرم. اون مهم نیستش. من میخوام برم خونه. عادی الان نمیاد، من میخوام برم. خداحافظ. تموم شد دیگه، رفتیم اسکی کردیم اومدیم. بعد کلی ساعت من تو ماشین خوابیدم، الان اومدیم. نتیجه اخلاقی اینه که وقتی من گوه یه چیزی رو میخورم انجام میدم. وندات خیلی امروز کیرگوزی میکرد، فکر نمیکردم بتونه ولی تونست. حالا بده من داشتم کار میکنم. تموم شد این ویدیو و تموم شد. خدافظ. دور شخ میچخیمونه اینا میبینن. 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 چشم با باز کردم.